من یک تاجیکم، من چطور میتونین شما یک پشتون میسازین، یک افغان میسازین و چی توی حق از من میگیرین؟ من باید به زبانم گپ بزنم، باید به زبانم کار کنم، باید به زبانم فعالیت کنم، باید به زبانم شعر بگم، باید به زبانم نوشته کنم، تاریخ ما بنویسم. برادرای پشتون ما میگن که ما برادریم، اما در این برادری تو قبول کو که پول افغانی باشه. اگر ما بگم پول تاجیکی باشه قبول میکنن؟ من خود در این وطن زندگی میکنم، نه؟ چرا پول تاجیکی نباشه؟ یک میگه که انسان باید افغان باشه، افغان باشه، نه؟ انسان تاجیک اگر بود آدم نیست، اگر هزاره بود آدم نیست، اگر ازبک بود آدم نیست. او گپی مفت است، او چیزی نبود. اگر سیاسی بود موقتی. سرود ملی اگر به زبان پشتو نبود ما برادر نیستیم. تو مرا وقتی برادر قبول میکنی که سرود ملی تا پشتو بخونم، خودم افغان خطاب بکنم، پیسه‌ای که ما ضرورت دارم در جیبم افغانی باشه، هویت جعلی افغانی تا قبول بکنم، بعد بیایم رئیس جمهورم تو باشی، بعد ما برادرت باشم. همین برادری است، همین حقوق مساوی است، همین حقوق حقوق افغانستان است و همین قانون است. من نمیگیرم. من به عنوان یک تاجیک تذکره‌ای که خودم نباشم، نام خودم، نام پدرم، نام زبانم، نام قومم نباشه نمیگیرم. من بسیار بچه خرد بودم که در مکتب درس میخواندم، در اطراف قریجات اونجا پشتون ما نمیفهمیدیم، ما افغان میشناختیم، افغان و تاجیک. من در این وقتایی که کلان شدم، یک آدم سیاسی شدم، بعد فهمیدم که اینا رو پشتون میگه و افغان و تاجیک. او وقت افغان بود، اوغان یعنی پشتون، اوغان یعنی کسی که پشتو گپ میزنه. شما قانونی را که برای من میسازین، دیگه افغانستان 200 سال قبل نخواهد بود. با تیارای خارجی هم افغانستان 200 سال قبل نیست. با زور امریکا هم افغانستان 200 سال قبل نیست. اجازه بدین. من همه چیزش قبول دارم، یک چیز قبول ندارم. من تاجیکم نیستم، پشتون نیستم، افغان. من تاجیک قبول ندارم. تمام ادبیات شعر و نوشته زبان پشتو را جمع کنید در یک الماری جمع میشه. ولی اگر تو بروی به فرهنگ فارسی، بروی تنها ادبیات شعرش کاموز آورده نمیتونه. هویت ما شما هویت افغانی هست. ما شما در افغانستان زندگی میکنیم. ما در افغانستان زندگی میکنیم، افغان نیستیم، تاجیکیم. در پاکستان گوش کنید، در پاکستان ازبک همسایه ما شما پاکستان شاید نفوسش به 200-300 میلیون میرسد. ما دقیق نمیفهمم، شاید از 100 قوم بالاتر اینجا زندگی کنن، اما کلش مردم پاکستانی هستند. ما هم افغانستانی هستیم. ما کجا گفتیم ما افغانستان هستیم؟ ولی افغان نیستیم. ما افغانستانی هستیم، افغان نیستیم. همین شما از هویت چی تعریف دارین؟ هویت یعنی چی؟ هویت ماده 4 بسیار توضیح واضح کرده. هویت افغان. قوم تاجیک، قوم پشتون، قوم هزاره، قوم ازبک، قوم ایماق، قوم گوجر، قوم عرب.